خب آقای سجادی این تصفیه‌تون آماده شده امضا کنید. دست شما در نکنه، متشکرم. فقط این 30 میلیونش کمه خانم نوفل. چرا؟ آره این آقای معینی گفتن کسب بشه ازتون. آقا پول عید صنوات همه. من ندارم، خودشون سوال کنید. آقای معینی حسابدارتون میگن که عید صنوات به من تعلق نمیگیره. من یه سال اینجا دارم کار میکنم. چرا؟ بله، به خاطر اینکه شما زودتر از مورد ترک کار کردید. من الان خسارت دیدم بابت جبران. آقای محترم شما نمیتونی بابت خسارتی که دیدی عید صنوات من پرداخت نکنی. من یه سال اینجا دارم کار میکنم برای شما. یک سال چه ربطی داره؟ من الان خسارت دیدم. همین که از شکایت نکنم نشستی اینجا جلو من، برو خدا هم شکر کن. طبق ماده 45 قانون کار، کارفرما مجاز تو یک سری موارد از حقوق و مزایای پرسنل کسر کنه که این موارد کاملا مشخص شده هستش. اگر بیمه و مالیات پرسنل کسر نشده، اگر مساعده یا وامی پرداخت شده و اقساطش پرداخت نشده، کارفرما مجازه که از حقوق و مزایای پرسنل کسر کنه. کسر حقوق و مزایای پرسنل برای جبران خسارت کاملا غیر قانونیه و در صورت کسر پرسنل میتونن از طریق مراجع قضایی اقدام کنن و جبران خسارت کنن. تو روابط کار نکات خیلی مهمی وجود داره که عدم رعایت هر کدوم از این نکات میتونه ضررهای زیادی به شما وارد کنه.